دوستان خوبم، سلام، خوش اومدیم به ویدیو دیگه از چنل یوتیوب من. تو این ویدیو میخوام برم سراغ اصل مطلب. ما در مورد مدیریت مالی شخصی میخوام صحبت کنم. حالا تو انگلیسی هم اصطلاحاً بهش میگن پرسونال فایننس. چند تا طرفم میخوام حالا بهتون یاد بدم که خود به درد خود منم خورده. از یه سری مطلبم از بقیه جا جمع کردم، حالا خودم قراره استفاده بکنم. حالا بریم ببینیم که چی میشه. امیدوارم برای شما هم مفید باشه. موضوع اولی که وجود داره اینه که ما در واقع 3 عدد 3 رقم رو باید همیشه بنویسیم که توی دفتری، حالا توی گوشی جایی بنویسیم که همیشه کنار ما باشه تا ما بدونیم با چه وضعیت همون به چه شکله، با چه قرار طرف باشیم، با چه مواردی باید دست و پنجه نرم بکنیم. اولین عددی که باید بنویسیم، شاید خیلیاتون هستن این کار رو انجام میدیم، هزینه هایی است که با قرار بنویسیم. حالا نه هر هزینه، میخوام نحوه در واقع هزینه نوشتن رو بگم که ما صرف چه مواردی باید بکنیم هزینه هامون. بذارم حالا اینو دقیق بنویسم. هزینه. خب ما یه سری هزینه هایی داریم، شاید بدونیم یک سری از هزینه ما هزینه های ثابت هستش. خب هزینه ثابت در واقع هزینه هایی هستن که ما هر ماه به طور ثابت باید به این موارد پرداخت کنیم. مثلا اگر اجاره نشین هستین، اجاره پرداخت میکنین. چه میدونم باشگاهی ثبت نام کردین، هر ماه برای باشگاه دارین هزینه میکنین. اگر دانشگاه آزاد هستیم، مثلا برای دانشگاه شهریه پرداخت میکنیم و از این قبیل موارد. خب نکته که وجود داره اینه که باید دقت بکنین که هزینه ثابتتون نباید بیشتر از 60% کل درآمدتون باشه. خب وقتی هزینه ثابتتون بیشتر از 60% باشه، یه جای کارتون میلنگه. یعنی مثلا اگر اجارتون بالای 60% درآمدتون هست، خب یعنی خونه بسیار گران قیمت نسبت به درآمدی که دارین شما تهیه کردین. مثلا شب باشگاهی میرین که اگر خیلی گرون هست، خب باشگاهی برین که ارزون تر هستش. خب اینا باعث میشه که شما به قولی دیگه توانایی پرداخت یا ذخیره مالی هم نداشته باشین در آینده. پس بهتره که هزینه ثابتتون دیگه حد اکثر 60% درآمده باشه که شما دارید در میارید. هزینه بعدی که حتما باید ثبتشون کنید و بسیار مهم هستش، هزینه های متغیره. خب هزینه متغیر چیه؟ هزینه متغیر به هزینه گفته میشه که هر ماه ممکنه تغییر بکنه و شما اینها رو هم باید دائما بنویسین. به طور مثال، مثلا شما یک رستورانی میرین، هر ماه ممکنه تغییر بکنه. هزینه حمل و نقلتون ممکنه تغییر بکنه. هزینه اینترنت، مثلا هزینه های قبض و این قبیل موارد که اینها هزینه متغیری هستن که اینها رو باید یادداشت بکنین. اینها هزینه متغیر رو شما خیلی ساده میتونین کاهش بدین با حالا انجام یک سری اعمال یا مواردی مربوط به هر مورد. مثلا کمتر برین رستوران، کمتر برین جاهایی که این هزینه رو پرداخت میکنین. خب این از هزینه ها بود. بریم از رقم بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم، میزان پسنداز شما هستش. خب میزان پسنداز شما، خب پسنداز بالاخره همه ما تو زندگی باید یه پسندازی داشته باشیم. در واقع مثل یک بیمه برای ما عمل میکنه. خب مثلا ممکنه در آینده اتفاقی برای ما بیفته، یا چه میدونم میخواین یک سرمایه گذاری بکنین، یا
حالا بالاخره یه کار بسیار مهمی دیگه ضروریاتی شما دارین که میتونین با این پس انداز انجام بدید. خب پس اندازی که انجام میدین شما حداقل باید 10% درآمدتون رو پس انداز بکنید. خب این رقم حداقلی هستش. خب شما به مرور باید این رقم رو افزایش بدین تا 20%، 25%. ولی جهت شروع برای اینکه فشار زیاده برای شما وارد نشه بهتره که با همین 10% شروع کنین تا هر ماه اینو به مرور افزایش بدید. مثلا ماه اول بکنین 10، ماه دوم 12، 14، یا اگه تواناییشو دارین مثلا 5% ببرینش بالا. این از رقم پس انداز بود. مورد بعدی که بسیار مهم هستش نتورس شما یا کل دارایی که شما دارید هست. شما باید کل داراییتون رو در واقع یادداشت بکنید. کل دارایی شامل چی هستش؟ مثلا در واقع میشه جمع درآمد و هزینه ها پس اندازهایی که شما دارید. اینا میشه کل درآمد. در واقع مجموع خروجی و ورودی پول شما مساوی است با نتورسی که شما دارید. البته توی نتورس مثلا املاک و مثلا زمینی که خریدید یا طلایی که خریدید اینها هم جزو نتورس شما حساب میشن. به اینا هم باید دقت بکنید. خب این تمام شد. بذار پاکش کنم. خب نکته بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم در مورد وسایلی هست که شما میخواین قسطی بخرید. خب ببینید شما مثلا وامی که برمیدارید یا وسایلی که شما به طور قسطی میخواین پرداختش کنین، خب اینا بالا به اصطلاح انگلیسی اینترست ریت دارن. یعنی چی؟ یعنی شما با برداشت اینها بیشتر از اون چیزی که دریافت کردید و باید در واقع برگردونید. یعنی چی؟ مثلا شما فرض کنید به طور قسطی یک وسیله خریدین به مبلغ مثلا 20 میلیون تومان، شما طبیعتا میزان برگشتتون، میزان پرداختیتون دور و بر مثلا 25 تومن یا بیشتر، حالا یه خورده کمتر هستش که به این موضوع میگن اینترست ریت. یعنی یه درصدی بیشتری رو باید دوباره باز پرداخت کنید. خب این یعنی چی؟ یعنی شما در واقع هزینه بیشتر محتمل هستن دیگه. حالا شما فکر کنین که یک وسیله مثل چی؟ مثلا گوشی یا کامپیوتر، خب یا خودرو یا هر چیزی که داره استهلاک هستش. شما وقتی این مواد رو خرید میکنید شما نه تنها باز پرداخت بیشتری رو باید بدین، استهلاک اون وسایل رو هم باید حساب کنید دیگه. درسته؟ این باعث میشه که شما ضررتون چند برابر بشه. 2 برابر ضرر کنید، 3 برابر ضرر کنید. ممکنه فردا پس فردا مثلا گوشتون خراب شه، استهلاک داشته باشه، کامپیوترتون تخریب بشه. به مرور این وسایلی که شما خرید میکنید دچار استهلاک و تخریب میشن. پس به هیچ عنوان شما وسایلی که دچار استهلاک هستند رو به صورت قسطی یا وامی باز پرداختی نخریدش. حالا چه موارد اگه بخوام بیشتر مثال بزنم چه موارد دچار استهلاک هستن؟ مثلا حتی جواهراتی که شما میخرین که دارای جواهراتی که دارای اجرت هستن. خب شما هزینه اضافی دارین پرداخت میکنین. ماشین هستش، وسایل نقلیه هستش، لباس هستش، استهلاک لباس به شدت زیاده، اصلا نباید به صورت قسطی خرید کنید. گوشی هستش، مثلا میبینه طرف میره آیفون 13 میخره، 14 میخره، 15 میخره به صورت قسطی، اصلا نباید به این صورت عمل کنین. کامپیوتر که نوشته بودن کامپیوتر هستش، کتاب هستش. شما باید به این موارد دقت کنید. حالا اگه
چیزای بیشتری به ذهن شما میرسه، تو کامنت ها بنویسین، شاید بقیه هم بتونه استفاده بکنن. پس این در مورد این نکته بعدی بود که در مورد وسایلی که قسطی میخرین یا وام به صورت وام پرداخت میکنین وجود داره. موضوع بعدی در مورد اگریسیو پسنداز کردن هست. اگریسیو پسنداز کردن یعنی چی؟ ببینید شما وقتی پسنداز میکنین، خب پسنداز به معنی اینه که شما تا حداقل 1 سال 2 سال 3 سال نباید به این پسندازتون دست بزنید. خب حالا کمترین میزانش 1 سال. این معنی واقعی پسنداز هستش. حالا شما وقتی اگریسیو پسنداز میکنی یعنی چی؟ یعنی شما از پولی که درآمدی که دارید فرضاً مثلا 50% رو میرین پسنداز میکنین. خب ما گفتیم که حداقلش باید 10% باشه، ولی دیگه این 50% برای شروع و حتی در ادامه در مثلا آینده به 50% اگه برسید واقعا کار اشتباهیه. چرا کار اشتباهه؟ شما 50% پسندازی که میکنید در واقع باعث میشه که اون 50% بقیه که دارید رو تماما استفاده بکنید. خب و خیلی سریع هم تموم بشه. خب اون 50% باقی پولتون در واقع سریع تموم میشه دیگه. شما باید مجبور چیکار کنید؟ میگی که خب پس من اینو سریع استفاده کردم، برم از پسندازم یه خورده بردارم که نیازامو برطرف کنم. این ذهنیت باعث میشه که شما کوچیک کوچیک هی از این پسندازه بردارید، در آخر ماه آخر سال میبینید که دیگه چیزی از پسنداز من باقی نمونده، تمام پولی که ذخیره کردم شد 0%. خب پس طبیعتا بهترین کار اینه که شما همون با میزان 10% شروع کنید، پسنداز رو انجام بدید. حالا رفته رفته بیشتر کنید دیگه تا نهایتا برسه به 25%. دیگه نهایت پسندازی که باید بکنید این میزان هستش. بیشتر از اون باعث اذیت شدن خودتون از لحاظ روانی میشه و باعث میشه که شما به این پسنداز خودتون دست بزنید، ولی شما نباید در این پسنداز دست بزنید، حداقل تا 1 سال آینده. موضوع بعدی که بسیار بسیار مهم هستش، 2 تا ضرب در میزنم که بدون که این خیلی مهمه. موضوع بعدی که بسیار بسیار مهم هستش اینه که به هیچ عنوان خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید. چرا این حرف رو میزنم؟ خب این نتایج خیلی زیادی داره، طبیعتا اثرات منفی بسیار زیادی داره. از جمله اثرات منفی اثرات روانشناسی هستش، اثرات روانی هستش. در واقع باعث میشه شما حس کوچیک بودن داشته باشید، حس عذاب وجدان داشته باشید نسبت به درآمدی که دارید. خب حس کوچیک بودن بهتون دست میده. مثلا تو اینستا میبینید که طرف گذاشته آی من فلان ماشین رو دارم، فلان خونه رو دارم. اصلا خودتون رو باش مقایسه نکنید. فقط و فقط خودتون رو باید با خودتون مقایسه بکنید. شما نسبت به 1 سال قبلتون بهتر باشید، پیشرفت کردید، خبر خوبیه. نسبت به 1 ماه قبلتون پیشرفت کرده باشید، خبر خوبیه. شما دائما باید خودتون رو با خودتون مقایسه کنید. موضوع بعدی که مقایسه کردن ایجاد میکنه شاید برای خیلیاتون پیش اومده باشه. مثلا چی؟ مثلا میگن که آقا یه خبری شنیدی، طرف مثلا دوستتون رفیقتون میاد میگه که من میخوام برم مثلا فلان قدر طلا بخرم، میخوام برم فلان ریسک رو انجام بدم، تو این زمین ریسک بکنم پولم بیشتر بشه. خب شاید اصلا این طلا یا ریسکی که دوستتون یا اطرافیانتون انجام میدن اصلا برای اون ریسک نباشه. خب اصلا این موضوع شاید برای دوستتون اطرافیانتون هیچ ریسکی نداشته باشه و برعکس برای شما این ریسک خیلی بزرگی خواهد بود که بخواید این کار رو انجام بدید. برای همین اصلا نباید با بقیه خودتون مقایسه بکنید. طبیعتا عقب میمونید، هم از لحاظ روانی هم از لحاظ مالی. این
این نکته رو خود من به شدت تاثیرگذار بوده، پس حتما به این نکته توجه بکنید. موضوع بعدی، این موضوع بسیار مهم هستش، صبر کردنه. ولی نمیخوام در مورد یک موضوع کلیشه موضوع در واقع میخوام زبونم گرفت، در مورد اصطلاح خود صبر کردن نمیخوام صحبت کنم، چون بسیار کلیشه، خودتون هم خیلی شنیدین در این مورد. بیشتر میخوام یه مثال بزنم شاید بهتر متوجه بشین. شما فکر کنین تو خیابون دارین قدم میزنین، خب این شما این دارین قدم میزنین، خب رسیدین به یه مغازه فرضاً ساعت فروش، خب یه ساعت جی شاک دیدین، خب خیلی دوستش دارین، ساعت هم بد کشیدن، میرین وارد میشین، خوشتون میاد، مثلا مبلغ گفته طرف مثلا 100 میلیون خریدین. خب آیا واقعا نیاز داشتین شما وقتی رفتین ساعت رو خریدین، یا صرفا به خاطر تبلیغاتی که بوده، تأثیری که گذاشته، مثلا لامپ گذاشته چند تا نور پردازش خیلی خوشگل بوده، شما خوشتون اومده خریدینش؟ خب این اثرات تبلیغه که رو اون کالا هستش. چه میدونم رو هر چیزی میشه این صدق بکنه. حالا صرفا ساعت رو من مثال زدم، مثلا میتونه ماشین باشه، رفتین خودروی دیدین سری گفتین خوبه. چه میدونم میتونه لباس باشه، شما بدون اینکه فکر کنین رفتین لباس رو خریدین. و این برای همه این موارد صدق میکنه. خب شاید بگین که آقا چیکار کنیم ما؟ اصلا منظور از صبر کردن چیه؟ خب منظور از صبر کردن اینه شما هر چیزی که نیاز دارید رو باید یادداشت کنید تو زندگیتون. هر چیزی که نیاز دارید رو یادداشت کنید، دائما یادداشت کنید تو ذهنتون. تو کاغذی دفتر نمیتونین، تو گوشتون یادداشت بکنید. خب این خیلی بسیار کمک میکنه. چرا؟ تو شما فردا پس فردا حتی تو خیابون قدم زدنتون هم هدفدار هستش. چرا؟ شما فقط میخواین برای این اقلام، این موارد شما میخواین خرید انجام بدین دیگه. هزینه‌های اضافی، هزینه گزافی برای چیزهایی که نیاز ندارید نمی‌کنید. وقتی این باعث چی میشه؟ شما فرض کنید یک لباسی نوشتین، میخواین لباسی بخرین، این باعث میشه شما کلی سایت رو بگردین، کلی جای خوب بگردین و بهترین گزینه رو برای خودتون انتخاب بکنید. بهترین کیس رو شما باید تحقیق کنید. ببینید خیلی مهمه، برای هر وسیله که میخواین بخرین، برای هر کالای ضروری که میخواین بخرین، شما باید تحقیق کنید. حالا بعضیاشون نیاز به 1 ساعته، بعضیاشون 5 ساعته، بعضیاشون حتی نیاز به 1 هفته تحقیق داره. شما 1 هفته باید حداقل تحقیق کنید. مثلا چه میدونم برای یک ماشینی، برای مسائل خیلی مهمتری، مثلا برای خود لباسی که خرید میکنید، شما باید حداقل 1-2 روز وقت بذارید، برید کل سایت های خارجی ایرانی رو بگردید تا مطمئن بشین که این فلان قیمت خوبه، من به این نیاز دارم. اینم از این. موضوع بعدی در مورد حجم پول زیادی که وارد حسابتون میشه. شما فرض کنید تایم واریزیتون رسیده، اگر کارمند هستین، چه میدونم اگر تاجر هستین، یه حجم بسیار زیاده وارد کارتتون شده، وارد حسابتون شده. خب با این ما چی کار کنیم؟ اولین کاری که باید بکنین که در دسترس نذارین، در دسترس نباشه اون حجم پول. چرا؟ خب در دسترس باشه، شما هی ریزه باعث میشه که خرجش بکنید و در آخر میبینید که هیچ مقداری ازش باقی نمونده، مثلا میبینید 10%، 20% باقی مونده. اولین کاری که اصلا حجم زیادی پول واریز شد، حتما انتقال بدین به کارتی که مثلا رمز دوم نداره، انتقال به حسابی که در دسترس شما نیست، زیاد ازش استفاده نمی کنید. در دسترس خطم بده، خورده عذر میخوام. حتما این کار انجام بدین تا وقتی که شما فکر کنین که من با این حجم پول میخوام چی کار کنم، با این حجم پول من میخوام چه کاری انجام بدم. همین که حجم پول بسیار زیاد وارد حسابتون شد،
اول انتقال بدیم به کارت دیگه، بعدش در مورد تصمیم گیری بکنیم. مثلا 1-2 روز 3 روز بهش در موردش فکر کنین که آقا من انقدرشو میخوام هزینه کنم، انقدرشو میخوام پس انداز کنم، انقدرشو میخوام مثلا فلان بلا رو سرش بیارم. حتما این کارا رو انجام بدین. خب اینا مواردی بودن که من خودم هم ازش استفاده میکنم. امیدوارم به درد شما هم بخوره. حالا یه سریاشون هم از یه تحقیقاتی انجام دادم از بقیه سایت ها و ویدیوهای دیگه. سعی کردم چیزایی بگم که عملی باشه، بتونین تو زندگیتون استفاده بکنین. حالا این در مورد افزایش درآمد نبوده این صحبتی که من کردم، این در مورد مدیریت بود. شما درآمدی که دارین رو چطوری بتونین مدیریتش بکنین. امیدوارم به کارتون بیاد، ازش استفاده بکنین. منم دعا بکنین اگه نتیجه داد. خیلی ممنون از اینکه ویدیو رو تماشا کردین. لایک و ساب یادتون نره، حتما لایکش بکنین. ممنون که تماشا کردید. بدرود.